سلام به دنبال کنندگان کانال فوتبالی. با اخبار و حواشی 12 اردیبهشت 1404 همراه شما هستیم. گلو زدن یامال از ستاره‌های بزرگ. شب خاص الماس بلوگرانا در مونتجویک. با حضور مقابل اینتر، لامین یامال برای صدمین بار با پیراهن بارسلونا به میدان رفت و با 17 سال و 291 روز سن به جوانترین بازیکن تاریخ باشگاه تبدیل شد که به رکورد 100 بازی میرسد. 100 بازی در بارسلونا، 22 گل، 33 پاس گل. لیونل مسی با 20 سال و 248 روز صدمین بازی رسمیش را برای کاتالان‌ها انجام داد و اکنون یامال 3 سال زودتر از ستاره آرژانتینی به این عنوان رسید. همچنین پس از جولین درکسلر در سال 2011، 17 سال و 226 روز سن، یامال به جوانترین بازیکن تاریخ نیمه‌نهایی UCL تبدیل شد. سرمربی سابق اسپانیا در دوحه. رسمی لوپتگی سرمربی قطر شد. جولیان لوپتگی، سرمربی اسپانیایی سابق ولورهمپتون و وست هم، با عقد قراردادی تا ژوئن 2027 هدایت تیم ملی قطر را بر عهده گرفت. لوپتگی 58 ساله، سابقه قهرمانی در لیگ اروپا را با سوویا و همچنین هدایت تیم ملی اسپانیا و رئال مادرید را نیز در کارنامه خود دارد. یامال از همه بازیکنان 5 لیگ اروپا بهتر است. ریو فردیناند درباره عملکرد لامین یامال: به جرئت میگویم سطح یامال بالاتر از هر بازیکنی در 5 لیگ معتبر اروپا است. در 17 سالگی او خارق العاده است. هیچ بازیکنی جذابتر از او نداریم. اگر عملکردش در بازی برگشت و سپس دیدار فینال تعیین کننده باشد، قطعاً شایستگی دریافت توپ طلا را دارد. همچنین باعث می شود دهان افرادی که فقط دنبال آمار بازیکنان هستند بسته شود. بازیکنانی هستند که آماری مثل او دارند یا حتی گل‌های بیشتری زدند. اما فوتبال فقط این موارد نیست. مهم است که چشمان شما چه چیزی را می‌بیند. باید دید که بازیکن چه حسی به شما می‌دهد و چه تأثیری روی تماشاگران در استادیوم و مردم در خانه می‌گذارد. امیدواری در اردوی بارسا، بالده و لوا در دیدار برگشت حضور خواهند داشت. به ادعای AS انتظار می‌رود آلخاندرو بالده روز جمعه چراغ سبز پزشکی را دریافت کند و برای دیدار مقابل وایادولید در دسترس باشد. انتظار می‌رود او در این دیدار دقایق کمی به میدان برود. همچنین گفته می‌شود روبرت لواندوفسکی روز دوشنبه چراغ سبز پزشکی را دریافت خواهد کرد و همراه تیم در میلان حاضر خواهد بود، اما انتظار می‌رود او بازی را از روی نیمکت آغاز کند. ادعای خبرنگار ایتالیایی: والتر ماتزاری سرمربی استقلال شد. به نقل از رودی گالتی، والتر ماتزاری سرمربی استقلال در فصل آینده خواهد بود و توافقات بین طرفین انجام شده و این سرمربی قراردادش را امضا کرده است. حضور لوکیتا و واسکز در جام جهانی باشگاه‌ها. آینده همچنان نامشخص هافبک کروات. به گزارش AS، رئال مادرید قصد دارد با تمدید قرارداد لوکاس واسکز و لوکا مودریچ تا 13 جولای از آنها در جام جهانی باشگاه‌ها استفاده کند. آینده لوکیتا در مادرید هنوز مشخص نیست، اما انتظار می‌رود واسکز پس از پایان جام جهانی باشگاه‌ها رئال را ترک کند. فران کورس، خبرنگار اسپورت: برخی معتقدند که شزنی تحت تأثیر بازگشت ترشتگن قرار گرفته و از بازگشت ترشتگن خوشحال نیست. بازگشت ترشتگن میتونه آسیبی برای تیم بارسلونا و پست دروازه‌بانی این تیم باشه. یا ترکیه یا استقلال. یاغی نمیشوم. جواب رد مجید حسینی به کارتال و پرسپولیس. جدیدترین گزینه مد نظر پرسپولیس و اسماعیل کارتال برای تقویت سرخ‌ها در فصل آتی مجید حسینی است که اکنون سالهاست در سوپرلیگ ترکیه کار را دنبال می‌کند. با این حال گفته می‌شود مجید حسینی از طریق نزدیکانش به این پیشنهاد پاسخ منفی داده است و با اشاره به تمایلش برای ادامه حضور در لیگ ترکیه مدعی شده قصد بازگشت به ایران را در شرایط کنونی ندارد. مجید حسینی پیشنهاد یاغی شدن در شرایط کنونی را رد کرده و از تمایل خود در صورت بازگشت به لیگ ایران برای پوشیدن دوباره پیراهن استقلال خبر داد. ناگهان نفسگیر شد. نزدیک بود دست کم گرفتن حریف سنگین تمام شود. استارت ایران با پیروزی برابر موریتانی در جام جهانی. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در اولین دیدار خود در جام جهانی با نتیجه 5-4 موریتانی را شکست داد. نتایج بازی‌ها: مسی همکاری نتوانست بکند. اینتر میامی بامداد امروز در نیمه نهایی جام قهرمانان کنکاکاف با نتیجه 3-1 برابر ونکوور وایت کپز شکست خورد و از رسیدن به فینال باز ماند. لیگ برتر ایران: در مهمترین بازی امروز پرسپولیس 3-0 مس رفسنجان را شکست داد. در تک بازی لیگ برتر انگلیس برنتفورد 2-1 ناتینگهام فارست را شکست داد. دور رفت نیمه نهایی لیگ اروپا تاتنهام 3-1 به دیو گلیمت را شکست داد. منچستر یونایتد در خانه بیلبائو 3-0 به پیروزی رسید. نیمه نهایی لیگ کنفرانس اروپا: چلسی 4-1 دورگاردن را در هم کوبید. بتیس مقابل فیورنتیا 2-1 به پیروزی رسید. برنامه بازی‌های امروز: لیگ برتر ایران: در مهمترین دیدارها استقلال آلومینیوم عراق، سپاهان گلگهر، شمس آذر و تراکتور به مساف هم می‌روند. لیگ برتر انگلیس: منچستر سیتی به مساف ولورهمپتون می‌رود. بقیه دیدارهای امروز در تصویر می‌بینید. رسمی: مارسینیک قضاوت دیدار اینتر و بارسلونا را در ورزشگاه جوزپه مهآتسا بر عهده خواهد داشت که شایعات حاکی از آن است که مارسینیک طرفدار رئال مادرید است. منچستر سیتی قصد دارد 4-5 بازیکن جذب کند که شامل دروازه‌بان، مدافع کناری و هافبک طراح خواهد بود.
طبق گزارش رلوو، فلورین ویرتز هدف شماره 1 بایرن مونیخ است و در کنار بایرن، منچستر سیتی و یونایتد به جذبش علاقه‌مند هستند. انتقال او به رئال مادرید در این تابستان تقریباً غیر ممکن است. مارکا کریستیانو رونالدو با النصر تا 2027 با دستمزد 200 میلیون یورو تمدید می‌کند. به نظرتون میتونه آخر قهرمان آسیا بشه؟ داخل کامنت ها بنویسید. ممنون از نگاه زیباتون. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.